شیعه گناه هم که میکنه تردش نمیکنن، ردش نمیکنن. شیعه گناه میکنه، امام صادق میگه یکی از اونایی که برای گناهتون استغفار میکنه در عالم ملکوت حسین ماست. روایت در کامل الزیارات، اگه گناه کردی و یادت رفت استغفار کنی، طلب آمرزش کن، نگران نباش، یکی هست برات آمرزش. یا ابا عبد امام ششم در همین کامل الزیارات میگه تنها براتون استغفار نمیکنه، شریک میگیره، رو میکنه به جدش، برای اینا استغفار، رو میکنه به باباش، بابا برای شیعیان من استغفار، رو میکنه به زهرا، مادر برای گریه کنای حسینم استغفار، رو میکنه به برادرش امام مجتبی، برای زائران و گریه کنای من استغفار.